خب هر روز نظریه علمی منتشر میشه. همونطور که میدونید در دنیای امروز در مورد هر موضوعی کلی تحقیق میشه، پژوهش اتفاق میفته و نظریه ها به آزمایش گذاشته میشن و بعد به اطمینان میتونن بگن این مطلب علمیه و منتشر میکنن. من میخوام هر روز اینجا یک دونه خبر بخونم براتون در مورد حیوانات که ببینیم که چه پژوهش‌هایی در مورد حیوانات داره اتفاق میفته و این پژوهش‌ها چقدر میتونن نگاه ما رو به دنیای حیوانات عوض کنن. نتایج یک تحقیق. چرا گربه ها میو میکنن؟ بفره چرا گربه ها میو میکنن؟ نمیدونم نه یا قیدمو بخورم کشافت. رفتی برای من گربه آوردی قلدر. یه رو جمع چی میزنم بلند نشه دیگه. در مورد کی داری حرف میزنی؟ یا جای احمق بیایا. حال ندارم خیلی خوب. میشو بگه گربه ها چرا میو میکنن؟ خیلی خوب بگو نمیدونم. ممکن است هر روز گربه شما وارد دفتر کارتان شود، با عصبانیت به شما نگاه کند و یک میوه ناامیدانه بر زبان آورد. امکان دارد شما به گربه بی‌محلی کنید، اما درخواست آن روشن است. گربه میگوید شما هنوز به من غذا نداده اید. گربه‌های خانگی در شیوه استفاده از صدای خود برای برقراری ارتباط با انسان‌ها بی‌نظیر هستند، ولی آنها به ندرت برای یکدیگر میو می‌کنند. سوال اینجاست که چه چیزی باعث می‌شود گربه ارتباط بیشتری با انسان و صاحبش برقرار کند؟ بر اساس مقاله‌ای که در لایف ساینس منتشر شده است، کارشناسان عقیده دارند پاسخ این سوال به اهلی‌سازی گربه‌ها مرتبط است. جان برتشاو و شارلوت کامرون بوموند در کتاب گربه خانگی زیست‌شناسی رفتار آنها، انتشارات دانشگاه کمبریج 2000 می‌نویسد 10,000 سال فقط بلدن غر کنن. مثل بویایی یا مالیدن خود به اشیایی مانند درخت با سایر گربه‌ها در ارتباط بودند. به این ترتیب گربه‌ها برای ارسال پیام خود مجبور به روبرو شدن با در واقع اونها درخواست کنن که برن بیرون یا غذا میخوان. بفره لولو بافی نمدونی
خیلی پیچیده است.